که امسال سال سوم است که این شهر باستانی حفریات می شود. اصلا این شهر قبلا در ذهن مردم، در خاطره مردم همچنین شهری، همچنین مرکزی درواز وجود داشت با نام قلعه کهنه، ولیکن حفریات‌ها و تحقیقات‌ها گزارنده نشده بودند. فقط می‌دونستند که قبلا مرکز این منطقه در همین جا بوده است. معین شده است که تقریبا از 4 مجموعه عبارت است. اون که الان که ما در دست داریم، یعنی یک قسم در اون طرف بالای کوه است که دشت مناره میگن و اونجا جای باغ‌ها و جای سربازخانه و جای بعضا خدمتگزارهای خود این شهر بوده است و بالا که این بلندی است و جای دیج شاه، جای زندگی شاه است. و سوم این قسمتی هست که قسمت فرهنگی و اعتقادی است. یعنی در اینجا هم میدان چوگان است، هم معبد آتش است، هم معبد آب است، هم رصدخانه است. یعنی مرکز فرهنگی است. و چهارم اون بالا که دخمه ها هستند و جای گورستان اونها است. یا 4 مجموعه امروز تحقیق شده است. این از زمان دولت کیانیان است. الان آنچه که معین شد دولت کیانیان وجود داشت و این دولت در حدود تاجیکستان امروزه جای دارد. دانشمندان امروز بر این هستند که همون اولین دولت آریایی، یعنی که همچون دولت تشکل یافت. بارتال این هم چی میکند؟ دلیل میارد. میگه اولین دولت آریایی تشکل یافت در حدود آسیای ما، در حدود تاجیکستان است. و خوشبختانه همین تاجیکستانی که ما امروز به ما رسیده است، همون آریایی است که در زمانش اولادای ما اول زندگی میکردند. همون کوه بود. یعنی این است که ما، یعنی یک گنج است برای ما که همون اولین دولت فرض کنیم آریایی در حدود تاجیکستان امروزه است. خیلی توجه زیاد است. هر روز زیاد خارجیان میان از اون که شنیدن. حالا ما اونقدر تشویق زیاد هم نکردیم. و این خاطر که وقتی که این بیشتر باز بشه و مردم تشویق بشن، حتما که میان دیگر. و هر حال جالب است در این بالایی، در این کوه بلند، این هنر و این استعدادهای مردم داشتن و به هر حال برای تاریخ باز کردن، تاریخ آموختن یک دلیل و برهانه‌های زیادی در اینجا محفوظ هستند.